سلام بیننده عزیز رادیوی آزادی. واقعا نواختن گیتار یک لذت دارد، اما متاسفانه من نتوانستم نوازم. ولی مثل من شاید صدها جوانی است که میخواهد نواختن گیتار را از خود کنند و همانهایی که میخواهند نواختن گیتار را از خود کنند میگویند به همین مرکز موسیقی و میخواهند از استاد موسیقی استاد تپیش آموزند. و امروز صحبت ما هم با تپیش است. خوش آمدید به برنامه ما. سلام و به شما. این گیتار را میدهیم و خودشان بگذار صحبت را ادامه دهند، البته با نوازش یک موسیقی. تشکر، زنده باشین. البته ما مدت طولانی میشه و شاید در حدود 17 سال میشه که کوچکتر بودم، میده‌تر بودم، درس میدادم گیتار در ایران، افغانستان، پاکستان و 5 سال میشه در تاجیکستان با علاقه‌مندای موسیقی تا اندازه که شوق دارن در بخش گیتار و پیانینو و صدا وکل همکاری کردیم و بسیاری از شاگردای ما چون سالهای سابق درس میدادم اونها زیادترشون حافظ هستن، حال در تلویزیون ها برآمد کردن، کلیپ های بسیار دارن و در این راسته تونستیم که همو خدمت خدا انجام بدم. ما وقتی که در افغانستان زندگی میکردیم اونجا هم برنامه‌های تلویزیونی بسیار زیاد، رادیوها، تلویزیون‌ها، پروگرام‌های بسیار زیاد داشتم، شب و روز ادامه داشت و از مقدار محیط و شرایط اونجا کم کم خسته شدم. بالاخره گفتم که در کشور برم که هم زبان ما باشن، اونجا هم چند وقت هم تفریح شو و هم زندگی کنم و هم اونجا کار بکنم که تاجیکستان انتخاب کردم. کشورهای دیگه به خاطر که احساس از اونا متفاوت است با احساس ما قبول نکردم. اینجا مرکز و جایی است که ما برای ممکن است بخیر برای ساخت ساز کلیپ ها و اینا یک شکل پروداکشن کار بکنیم و مخصوصا کلیپ های خودم. اگر برگردیم به نواختن گیتار و شما همچون یک استاد موسیقی بگویید که کی بیشتر میتواند گیتار نوازد؟ گیتار کسایی که بسیار زیاد شوق داشته باشند، مخصوصا عاشق هستن، بسیار زیاد کوشش میکنن که یاد بگیرن، برای کسایی که دوست دارن یک سرود اجرا بکنن و دیگه کسایی که مثلا در مکتب ها میخواین برآمد کنن، در برنامه های مکتب میخواین یک سرود یا دو سرود یاد بگیرن که اونجا برآمد کنن. سپاس از یک صحبت صمیمی با شما و موفقیت به کارتون، به ایجادتون و امید داریم که سرودهای نوی شما در تاجیکستان مخلصان زیاد پیدا میکنه. زنده باشین. لطف کردین شما، از قدردانی شما از اینکه توجه کردین در این بخش که اینجا برای رشد فرهنگ است، وقت خود گذاشتین و با ما صحبت‌های ما را برای همه بیننده رساندین. سلامت باشین. زنده باشین. از شما خوش آمدین.